یا یک شبهه عجیبی رو که مطرح کرده بودن خیلی ها به قول خودشون لاجواب گذاشته بودن که آقا الکل رو مسلمانان نجس میدونن، از اون طرف الان خودشون رو دارن باش استریلیزه میکنن، مساجدشون رو، لباسهاشون رو، خونه هاشون رو، دستهاشون رو. الکل نجسه آقا، با یک نجس شما در قرآن اومده رجس من عمل شیطان. اول اینکه عزیز من الکل نوشیدنش حرام هست، نه استریلیزه کردنش. کی گفته برای تمیز کردن و نظافت و بهداشت تو الکل رو سر بکش و بخور؟ به خصوص الکل های صنعتی. حالا بله یک نوع از الکل هست که از شراب گرفته میشه، از انگور و خرما گرفته میشه، اون الکل نجس هست، هم خوردنش هم استفاده کردنش، که البته اون ربطی به این الکل های صنعتی نداره. الکل های صنعتی که امروز برای ضد عفونی ازش استفاده میشه توی بیمارستان ها و درمونگاه ها و حتی تو خونه ها استفاده خانگی میشه برای استریلیزه کردن و ضد عفونی کردن، اونها اصلا از اون نوع نیستن. نوشیدن اینها حرام است، ولیکن استفاده موضعی از اونها برای ضد عفونی کردن هیچ اشکالی نداره. هیچ فقیه و مفتی هم اون رو نجس اعلان نکرده.